این شما و این کاملترین، جدیدترین و بهترین لیست سریال‌های ترکی در سال 2020. قبل از اینکه تصمیم به دیدن یه سریال ترکی جدید بگیرید، حتما این لیست رو کامل ببینید. اگه دوست داری همیشه از جدیدترین و بهترین سریال‌های ترکیه آگاه بشی، بدون معطلی روی دکمه عضویت کانال یوتیوبی لنز بزن و با ما همراه باش. شماره 20. آقای اشتباه. داستان جذاب و دیدنی آقای اشتباه پیشنهاد ویژه برای طرفدارای سریال عاشقانه کمدیه. زوج جذاب جان یامان و ازگه گورل یه بار دیگه با هم همبازی شدن و این بار دیگه خبری از فرید آروم و ساکت نیست، بلکه جای اون رو ازگور با روحیه پر جنب و جوش و شیطون گرفته و ازگه هم دیگه مثل نازلی یه دختر سنجیده نیست. ازگه نقش دختری سر به هوا و پر از اشتباه رو بازی میکنه. داستان از این قراره که ازگور یه پسر پولداره که صاحب یه باره. ازگور یه جورایی خوشگذرونه و با دخترای زیادی رابطه داره. در مقابل ازگه دختری ساده است که همیشه توی روابطش شکست میخوره. ازگور و ازگه به طور تصادفی با هم مواجه میشن و یه معامله رابطهشون رو ادامه میده. قرار ازگور به ازگه مشاوره بده که چطور به همسر دلخواهش برسه و در عوض ازگه هم به مدت 2 روز نقش نامزد ازگور رو بازی کنه تا شر پیشنهادهای عجیب و غریب مادرش برای ازدواج راحت بشه. در جریان این نقش بازی کردن هاست که جرقه عشق زده میشه. عشقی که اشتباهی شروع شد و معلوم نیست با چه چالش‌های عجیب و غریبی همراه باشه. Yani iyi işte doktor bey de merak etme. Mesela senin gibi birini etkileyemem. شماره 19. دختر سفیر. یه سریال عالی با ایفای نقش 2 بازیگر محبوب ترکیه، نسلیهان آتاگول و انگین آکیورک. داستان دختر سفیر راجع به دختر و پسر عاشقه. سانجار و ناره همدیگر رو دیوانه‌وار دوست دارن، اما پدر ناره مخالف رابطه اوناست. ناره و سانجار تصمیم میگیرن فرار کنن و مخفیانه ازدواج کنن. شب بعد از عروسی سانجار گمان میکنه که ناره بهش خیانت کرده و حرفای ناره رو باور نمیکنه و اونو از کلبش بیرون میکنه. ناره با قلبی شکسته خودشو از صخره به پایین پرت میکنه و به سختی مجروح میشه و بعد از اون هم ناپدید میشه. سانجار فکر میکنه ناره به راحتی ترکش کرده و به دنبال زندگی تازه‌ای به اروپا رفته. سالها بعد ناره دوباره در زندگی سانجار ظاهر میشه. اون در لحظه که سانجار قصد ازدواج داره با دختر بچه ظاهر میشه. سانجار بعد از ورود دوباره ناره به زندگیش دوباره به هم میریزه و سعی در بیرون کردن ناره از زندگیش رو داره، اما با اتفاقای عجیب و زنجیرواری که در ادامه داستان میفته ورق بر میگرده و سانجار به دنبال حقیقت 8 سال پیش میره. این سریال تونست کلی مخاطب بین فارسی زبانها به دست بیاره. Anneciğim bu biraz imkansız görünüyor. O kendi evinde yaşayacak. Biz kendi evimizde yaşayacağız. Ama istediğin sırrın. شماره 18. عشق در طبقه زیر شیروانی. عشق در طبقه زیر شیروانی سریالیه که ما رو به یاد سریال همه جا تو میندازه. جالب اینجاست که اینجا هم نقش اول سریال فورکان آندیچه و اینجا هم ماجرا مربوط میشه به همخونه شدن اجباری یه پسر و دختر. منتها این بار به سبک و سیاقی دیگه. یاسمین و آتش با یه خانواده مهربون همخونه میشن. خانواده‌ای که ازشون عشق و ایثار رو میشه یاد گرفت. پخش این سریال کمدی tazı شروع شده و هنوز نمیشه خیلی راجبش نظر داد، ولی به نظر میرسه حسابی سرگرم کننده است. Ya bu adam yalancıların kralı. Bu adam züppelerin ruhani lideri. Hadi her şeyi geçtim. Bu adam evli. Ama ben onu her gördüğümde böyle midemde kelebekler uçuşuyor. Çatı katı aşk yeni شماره 17. خدمتکارها. این سریال اقتباس از یه سریال هالیوودی خیلی موفق با همین مضمونه. ماجرای 4 خدمتکار که برای یه مجتمع لوکس کار میکنن. این مجتمع مسکونی پر از اتفاقای عجیب و غریب و جالبه، از ماجراهای عاشقانه گرفته تا اتفاقات خیلی وحشتناک. حتی یکی از خدمتکارها هم به قتل میرسه.
خدمتکارها یواش یواش متوجه میشن که هیچ کدوم از خانواده‌های ساکن در اونجا مبرا از گناه نیستن و اتفاقات عجیبی در حال رخ دادنه. هر کدوم از خدمتکارها هم زندگی پرماجرایی دارن که به زیبایی و جذابیت داستان اضافه کرده. مجموعه خدمتکارها بلافاصله بعد از پخش اولین تیزر تبلیغاتیش به یکی از پربیننده ترین سریال‌های ترکیه تبدیل شد. از بازیگرای مطرح این سریال میشه به Deniz Baysal اشاره کرد. Derin'in çalıştığı evde işe girdim. Atanların torununa bakıyorum. Ela sen Abla, sen benim meleğimsin. Biliyorsun değil mi? çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Yiğit Bey ne yapıyorsunuz lütfen? Daha 2 günde o senden önceki hizmetçi parçası. شماره 16 بچه. شعله در ازدواجش به مشکل خورده بود و بچه دار نمیشه. مادر شوهر شعله یعنی آیشه برای کمک به اون و خودش پسری به اسم افر رو از دختر فقید به عنوان فرزند پسرش میاره، ولی همسر شعله از این موضوع بی اطلاعه. همه چیز خوب پیش میره تا اینکه شعله به یک باره بچه دار میشه و علاقش نسبت به بچه‌ای که به عنوان فرزند قبول کرده بود کم میشه. اون دنبال راهی میگرده تا از شر این بچه خلاص شه. همین باعث سختی زیادی برای این بچه بیگناه و ماجراهای پیچیده‌ای میشه. سریال بچه این روزها در حال پخشه و تونسته مخاطب زیادی رو به دست بیاره. شماره 15 الف. سریال الهام گرفته از سریال ترور دیتکتیو یا همون کارگاه حقیقی شبکه BBC. الف قصه 2 کارگاه در استانبول رو میگه که تلاش میکنن معمای چند قتل خاص رو کشف کنن. در پی این جنایات قتل‌های متعدد دیگه هم رخ میده. این سریال یه جورایی به تاریخ عثمانی هم مربوط میشه. کاراگاه‌ها با هر مدرک و شواهدی که از جنایات پیدا میکنن پرده‌ای از رازهای قدیم که قرنها پنهان شده بود هم برمیدارن. کنان امیرزالی اغلو نقش کمال کارگاه جوان و جاه طلب سریال رو بازی میکنه و از طرف دیگه هم آحمد ممتاز تایلان نقش ستار کارگاه سالخورده و بسیار با تجربه رو بازی میکنه. این سریال جذاب با تم کاراگاهیش میتونه ساعتها سرگرمتون کنه. شماره 14 دریای سیاه. داستان این سریال راجب دختری به نام نفسه که در دوران نوجوانی به تاجر ثروتمندی به نام وداد فروخته میشه. بعد از سالها تحمل رنج و خشونت نفس فرصت این رو پیدا میکنه که از طریق دریای سیاه فرار کنه، اما در همین حین عاشق منجی خودش طاهر میشه. سریال ترکیه دریای سیاه در جشنواره آلتین کلبک اواردز جوایز بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین زوج و بهترین بازیگر کودک را دریافت کرده. شماره 13 قهرمان. اگه از فیلم‌های رزمی خوشتون میاد و سریال ترکیه هم میبینید، سریال قهرمان خوراک شماست. سریال قهرمان به عنوان یکی از بهترین سریال‌های ترکیه 2020 داستان بوکسوری حرفه‌ای و پسر 5 سالشه. فیرات در جوانی و زمانی که توی بوکس اسم و رسمی پیدا کرده بود و همه از آینده درخشانش میگفتن، به خاطر اتفاقی تلخ حرفش رو رها کرد و با رینگ بوکس خداحافظی کرد. Ne kemeri? Oğlum çocuğum hasta lan benim. Organ nakli gerekebilir. اما بعد از سالها به خاطر پسرش گنش دوباره وارد رینگ‌های مسابقه میشه. سریال قصه تقلای فیرات برای بازگشته. نقش بوکسور داستان رو تولگان سایشمان معروف و خوشچهره بازی میکنه. بازیگری که قطعاً اونو با نقش چنار در سریال عمر گل لاله به خاطر دارید. Basın toplantısı iptal. Maç olmayacak. Luka maçtan mı çekildi? Bir şey mi oldu? Yapılan sağlık kontrollerinde kanınızda yüksek miktarda efecin bulundu. Benim mi? Doping yaptığınız için lütfen yenildiniz.
شماره 12 حکیم اغلو. تیموچین اسن که این سالها حسابی روی دور افتاده و با نقش کادیر در سریال گلپری هم بیش از پیش شناخته شد، بازیگر اصلی این سریاله و نقش دکتر حکیم اغلو رو بازی میکنه. پزشکی که به سبب یه بیماری که در کودکی به اون مبتلا شده اعصاب دسته و لنگ میزنه. حالا در دهه 40 زندگیشه و یکی از بهترین و شناخته شده ترین پزشکان ترکیه است. اون خیلی بی‌عاطفه است و در رفتار با بیمارانش گستاخه. مثل یک کوچ‌نشین زندگی میکنه و راستش اصلاً حوصله طبابت هم نداره. با این اوصاف وقتی طبابت میکنه همه مجذوب روش اون در کشف و تشخیص بیماری‌ها و حل پرونده‌های پزشکی میشن. اون مثل یک کاراگاه عمل میکنه. حکیم اغلو حسابی توی ترکیه ترکونده و کلی طرفدار به دست آورده. Konuşamıyordu değil mi? Evet hadi Ateş al bu dosyayı. Nefrin hemen. Televizyona benziyor. Hadi ya. Evime gitmek istiyorum. Kimsenin evine öyle izinsiz falan giremem. Zamanında girmişsin ama. Zeynep yardım et. Oksijen veremiyorum. Senin en iyi arkadaşın benim. Ben? Sen benim tek arkadaşımsın. شماره 11 استانبول ظالم. آقای کاراچای یه تاجر موفقه. اون در یه عمارت بزرگ به همراه همسر زیبا و جاه طلبش، پسر غیر مسئول، دختر بی سرپرست و برادرزاده معلولش ندیم زندگی میکنه. وقتی برادر بزرگتر آقای کاراچای سالها پیش کشته شد، ثروتش به اون رسید. Abi dayan ambulans geliyor abi. Koşun lan! Koşun! Abi dayan! Sakın abi. Agah. Sana emanet. Servetim de. غیر از ثروت، مسئولیت برادرزاده 8 سالش ندیم هم به عهده آقای کاراچای قرار گرفت. اون برادرزادش رو بزرگ کرد و در اتفاقی غیر منتظره برادرزادش فلج شد. همسر آقای کاراچای یعنی سنیز میخواد ندیم رو از بین ببره، چون ندیم شاید راستاییه که سنیز نمیخواد کسی بدونه. آقای کاراچای میدونه که مشکل قلبی داره، بنابراین میخواد قبل از مرگش برای ندیم همسری پیدا کنه. دختری که حاضر به ازدواج با ندیم میشه اسمش کرنه، یه دختر جاه طلب و پول پرست. کرن خواهری به اسم جمره داره، یه دختر فداکار و مهربون. جمره متوجه رفتار زشت خواهرش با ندیم میشه و اینجاست که به خاطر حمایتش از ندیم یه عشق زیبا کلید میخوره. سریال استانبول ظالم بین ایرانی‌ها کلی طرفدار به دست آورد. Ne yapıyorsunuz siz? Nedim hep odasında yer. Ben söylemiştim bunu size. Ben de size bunun psikolojisi için hiç doğru olmadığını söyleyecektim ama hemen gittiniz. شماره 10 عثمان. سریال عثمان داستان زندگی ارطغرل قاضیه و داستان چگونگی تأسیس حکومت عثمانی رو به تصویر میکشه. سریال قیام عثمان یا تأسیس عثمانی در ادامه سریال پرطرفدار قیام ارطغرل و به تأسیس سلسله عثمانی میپردازه. عثمان مؤسس این سلسله با بازی درخشان بوراک اوزچیویت نقش اول این سریال دیدنیه. اونچه در سریال قیام عثمان مد نظره نگاهی داستانی و روایتگر به تاریخ ترکیه است. این تاریخ از جوانی پسر ارطغرل و رشادت‌های اون آغاز میشه، چیزی که در این روایت خواهید دید نبردهای فراوان بر سر قدرت در غرب آسیا است. داستان زندگی عثمان داستان عشق و جنگ، بردباری، خشم و شجاعت مردیه که همه بهش چشم دوختن. این داستان روایت یک ظهور یه امپراتوری قوی و قدرتمند در ترکیه. شماره 9 دختر چوپان. داستان 3
ستاره چوپان یا دختر چوپان از جای شروع میشه که زهره دختر زیباییه که در روستا به دنیا اومده و بزرگ شده، اما نمیخواد با آدم ثروتمند شهر کاباتوکیه به اسم فیکرت کاراکایا ازدواج کنه. زهره به خاطر قدرتی که فیکرت داره محکوم به ازدواج با اون میشه. سعید استاد سنگ‌تراشه که آدم درستکاریه. در این بین با زهره که به کاباتوکیه آوردنش روبرو میشه. این روبرو شدن به یه عشق بی‌پایان تبدیل میشه. عشق بین اونا خیلی عمیقه، اما در مقابل اونا یه قدرت بزرگ مثل فیکرت کاراکایا وجود داره. Burası Seyit'in odası. Senin burada ne işin var? جدال بر سر عشق ماجرای این سریال رو رقم میزنه. این سریال با داستان متفاوت و زیباش و با به تصویر کشیدن عشق و رنج و امید میتونه حسابی شما رو جذب کنه. Kıyılara bıraksam. Orada beni kimse bilmese, tanımasa, uzak diyarlarda kaybolsam sonsuza kadar. شماره 8. عشق تجملاتی. عشق تجملاتی هم از جمله اون سریالایی بود که توی جشنواره پروانه طلایی جوایز زیادی به خودش اختصاص داد. احتمالاً خیلیاتون این سریال رو دیدید و دوستش دارید. کرم پسر بازیگوش و خوش استایل خانواده ثروتمنده که از قدیمی‌های صنعت نساجی هستن. اون با ایده های خلاقانه خودش با یه استارتاپ کارخونه قدیمی خانواده‌اش رو که به مرور زمان داشت از رده خارج میشد به شماره 1 صنعت نساجی تبدیل میکنه. ولی اون در چشم پدرش هنوز مرد نشده، چون همیشه دنبال خوشگذرونی و هوسرانیه. عایشه هم یه دختر زیبا و باهوش و خوشقلبه که تو کارخونه نساجی اونا به عنوان کارگر kar میکنه و یه زندگی بیرنگ و مزه رو سپری میکنه. 4.5 bakmayacak herhalde. Pardon. یه سری اتفاقات باعث میشه که بین عایشه و کرم جرقه عشق زده بشه و همین ماجرای اصلی سریال رو رقم میزنن. این سریال با کلی جایزه و طرفدار از سریال‌های عاشقانه شماره 1 سال 2020 ترکیه است. Ya ne yapıyorsun? Ne yaptın lan kıza? Hangisine? Evlenmem ben onunla ya. Niye? Başka biri mi var? Bir kızı 10 kişi ister. Bir kişi. Lütfen Ayşe çıkacak size durumu izah edecek. Hadi Ayşe. شماره 7. زن. داستان در مورد زنی به نام بهاره که سنگینی زندگی و مشکلاتش احاطش کردن و از طرفی هم عشق به فرزنداش باعث میشه با قدرت زندگیش رو ادامه بده. داستان مادری که علیرغم فقر و مبارزه با زندگی میتونه بچه‌هاش رو بخندونه و خودش رو در مقابل سختی‌های زندگی سپر کنه تا بتونه مراقب بچه‌هاش باشه. زن برخلاف سریال‌های امروزی ترکیه فقط در محل فقیرنشین ترکیه روایت شده و به دور از تجملاته. شاهکاریه که به مردم نشون میده در برابر مشکلات و سختی‌ها چطور میشه قد علم کرد و زندگی خوبی داشت. این سریال که به یکی از پربیننده ترین سریال‌های ترکی تبدیل شده تونسته بین ایرانی‌ها هم کلی طرفدار به دست بیاره. Anne ağlama. Sakın bana bir daha böyle bir şaka yapmayın, tamam mı? Sakın lütfen. شماره 6. تو در خانه‌ام را بزن. این سریال کمر بسته که به بهترین سریال عاشقانه 2020 تبدیل بشه. ادا یلدیز که چاره‌ای جز ادامه تحصیل نداره و با وجود تمام مشکلات مادی به تحصیلاتش ادامه میده، از طرف یه شرکت بزرگ بورس ادامه تحصیل در خارج از کشور دریافت میکنه و با ذوق و شوق فراوون تحصیلش در خارج رو شروع میکنه. ولی بورس تحصیلی از طرف شرکت قطع میشه. بعدها متوجه میشه که کسی که بورس رو قطع کرده سرکان بولاد ولیعهد شرکته. ادا با عصبانیت میره که ازش علت این کار رو بپرسه. در مقابل سرکان بولاد پیشنهاد خیلی جالبی به ادا میده. Nişan yarın akşam yapılacak. Hayır, yapılmayacak. از معرفی این سریال همین بس که بازیگراش هانده ارشاد و کرم بورسین هستن و هانده امید زیادی داره که این سریال یکی از پربیننده ترین سریال هاش بشه. Elimi tutmayacaksın.
sarılmayacaksın. Yani ben izin vermediğim sürece bana dokunmayacaksın. Serkan farklı bir adam. Duvar gibi sert ama çok da duyarlı bence. Dün böyle çok yakın... شماره 5 رامو یه سریال جاه طلبانه دیگه از شو تیوی ترکیه که میتونه استانداردهای سریال های استانبولی رو بالاتر ببره. از همون تیمی که حریم سلطان رو ساخت و تونست اقتصاد صنعت سریال سازی ترکیه رو زیر و رو و بازارهای جهانی رو فتح کنه. رامو و خانواده‌اش در یکی از محله‌های فقیرنشین و خلاف آدما زندگی می‌کنن. به خاطر اینکه بیشتر به قاچاق سوخت مشغولن، بهشون بنزینچی‌ها گفته میشه. خانواده رامو برای خلافکاری به نام چنگیز کار می‌کنن. چنگیز خودش هم برای خلافکاری بزرگتر به نام جهانگیر کار می‌کنه. چنگیز و خانواده‌اش به هیچ عنوان رفتار خوبی با زیر دستاشون ندارن و همیشه به اونا ظلم می‌کنن. برای همین رامو تصمیم میگیره که چنگیز رو کنار بزنه و جای اون بشینه و راه این کار اثبات خودش به جهانگیر و زدن زیرا به چنگیزه. تنها چیزی که باعث تردید رامو میشد عشقش نسبت به دختر چنگیز سیبل بود. سعی میکرد با نزدیک نشدن به اون این عشق رو سرکوب کنه. بالاخره رامو مجبور میشه که پدر و برادر سیبل رو بکشه و ادامه ماجرا. از بازیگران نامی این سریال میشه به موراد ییلدیریم اشاره کرد. Sağlam dur. Bunun arkası gelecek. Çığ gibi çökecekler üstüne. Ya sana bir şey olsaydı o zaman kim durduracaktı beni? Önce abiler ölür lan. Önce abiler ölür lan. Dağılın lan bombalar. شماره 4 خانه تو سرنوشت توست. مدت زیادی بود که طرفدارای دمت اوزدمیر سوپر استار ترکیه‌ای منتظر بودن تا اونو توی صحنه ببینن. شاید این همه انتظار ارزشش رو داشت. سریال خانه تو سرنوشت توست با بازی درخشان دمت اوزدمیر و ابراهیم چلیکل داستان یه عشق قدیمی پر از درد و رنجه. مهدی و زینب که زمان بچگی ضربه‌های زیادی خوردن و با سختی‌های زیادی زندگیشون رو سپری کردن، با وجود گذشت سالیان دراز هنوز هم زخمه کودکیشون التیام پیدا نکرده. زینب دانشجوی رشته حقوقه که بین دو زندگی متفاوت گیر کرده. سال هاست که تلاش میکنه تعادل بین دو طرف حفظ شه. زینب همیشه دنبال این سواله که واقعاً کیه و از چه خانواده‌ایه. این تنها سوالیه که زینب نمیتونه پاسخی براش پیدا کنه. مهدی مردی شجاع، ایثارگر و در عین حال تنهاست که اول از همه مسئولیت خانواده‌اش و بعد از اون مردم محله رو به عهده میگیره. این مهربونی اون باعث میشه محبت همه بهش جلب بشه. مهدی به دنبال انتقام گرفتن از کسانیه که پدرش رو کشتن. در این گیرودار برخورد زینب و مهدی یه عشق عجیب و زیبا رو کلید میزنه. Şimdi Zeynep dersen bayılacağım da. Zeynep. Mehdi. این سریال با بازیگرای درخشان و داستان زیباش میتونه شما رو پای تلویزیون میخکوب کنه. Bu mahalleden olmayanları anlamaz. Öyle mi? Ben buraları çok iyi bilirim. شماره 3 بابل. بابل با فاصله یکی از بهترین سریال‌های تلویزیونی ترکیه است. تنها بعد از پخش 3 قسمت توجه همه رو جلب کرد و مخاطبان بسیاری رو جذب کرد. این سریال با داستانی که دست گذاشته روی نابرابری‌های اجتماعی و لگدمال شدن شایستگی آدم‌ها، شانس بسیار زیادی برای تبدیل شدن به یه پدیده مثل سریال گودال رو داره. داستان پیرامون عرفان می‌گذره که نقشش رو هالیت ارگنچ بازی میکنه. اون استاد رشته اقتصاد در یکی از دانشگاه‌های استانبوله، ولی به خاطر یه سری بدشانسی و در کمال ناباوری از کار بیکار میشه. اما این تنها مصیبت اون نیست. پسر 7 سالش دنیس هم بیماری کشنده‌ای داره که درمانش هزینه بسیار سنگینی داره. به همین خاطر از دوست همسرش kımak میخواد و اینطوری به دل یه ماجراجویی تاریک کشیده میشه. Asgari ücret. Para konusunu konuştuk. Biletleri aldım. در نگاه اول میشه فهمید که این سریال کمی به سریال بریکینگ بد شبیه. از دیگر بازیگران مشهور این سریال میشه به آسلی انور و بیرجو آکالای اشاره کرد.
İnsan mecbur kalınca her şeyi yapıyor. شماره 2 عزیزه. خانواده آلپان ها یکی از بزرگترین خانواده های مافیایی ترکیه هستند. سالها پیش وقتی که ملک یه دختر بچه کوچیک بود، شاید ظلم های زیادی بود که به خانواده شده بود. Sonra da kardeşsiz bıraktı. ملک خانواده‌اش رو از دست میده و فقط برادرش یعید براش میمونه. همین هم براش انگیزه میشه تا بجنگه و زندگی رو از نو بسازه. اون با هویت جدیدش به نام عزیزه شروع به ساختن زندگی میکنه و حتی فکر انتقام رو هم از خودش دور میکنه و فقط میخواد کنار برادرش باشه. Çok geçmeden elimden bu kalemi alıp bir silah verecekler. Sen de اما مثل اینکه آلپان ها دست بردار نیستن و بعد از سالها میخوان به یعید هم آسیب بزنن. وقتی عزیزه این اتفاق رو میبینه، انتقام در وجودش شعله‌ور میشه و تصمیم میگیره با تموم قدرت انتقام بگیره. اما سرنوشت بازی رو براش پیچیده تر میکنه. یکی از باهوشترین و شجاعترین آلپان ها به نام کارتال عاشق عزیزه میشه و عزیزه هم که ببینه اون با همه آلپان ها فرق داره به اون علاقه‌مند میشه. دردسرا از همینجا شروع میشه و عزیزه سر دوراهی عشق و انتقام قرار میگیره. عزیزه با خودش درگیر میشه که میتونه سر قولی که به برادرش شده بمونه یا اینکه تسلیم عشق میشه. Güzel bir haber almışsın gibi. Kartal farklı sanki demiştim. Çünkü onca şeye rağmen gülümsüyorsun. Ama ikimiz de haksız çıktık. Madem yolun sonuna geldik, anlatacağım. برای اینکه جذب این سریال بشین، همین بس که نقشه اصلیش هانده ارچل و بورا گلسوی هستن. شماره 1 دکتر معجزه‌گر. دکتر معجزه‌گر که همه جایزه ها رو توی جشنواره پروانه طلایی درو کرد، داستان جذاب یه دکتر جوان به نام علی وفاست. علی به اوتیسم مبتلاست و با وجود ناتوانی در برقراری ارتباط، حافظه و هوش کم نظیری داره. علی به خاطر تفاوت‌های رفتاریش دوران کودکیش رو در غم و انزوا گذرونده. مرگ اتفاقی برادر بزرگترش که تنها امید اون در این دنیا بوده، زندگی رو براش دشوارتر میکنه. پدر علی هم اونو طرد کرده و یه جورایی یتیم و بی سرپرست بزرگ شده. با این همه با نمره‌های عالی و به عنوان شاگرد ممتاز مدرک پزشکی گرفته و حالا به عنوان دستیار جراح در یه بیمارستان مشغول به کاره. با ورود علی به بیمارستان معرکه‌ای به پا میشه. تشخیصای عجیب و غریب علی حیرت انگیزه. نقش مقابل علی نازلیه، یه دختر باهوش و زیبا که به خاطر اعتیاد پدرش به مردها اعتماد نداره و تا به حال هم هیچ رابطه‌ای نداشته. نازلی امید دهنده ترین پزشک بیمارستانه. Hoş geldin aramıza. Bence biz çok iyi anlaşacağız. این سریال در ترکیه حسابی قوقا به پا کرده و کلی طرفدار به دست آورده. Hiç kimse senin yanında durmasa da ben senin yanında dururum Nazlı. Ben seni yalnız bırakmam. Kimsenin arkasında falan durmaya... Yardım ediyor. Bizim de ona yardım etmemiz lazım. Nazlı yalnız kalmasın. Nazlı şu an içeride ve artık kimse bir şey yapamaz. از بین سریالای لیست بالا کدومو دیدین؟ با دیدن این ویدیو قصد دارید کدوم سریال رو تماشا کنید؟ کدومشون رو به دوستای لنزیتون پیشنهاد میدید؟ جوابتون رو برامون کامنت کنید.